زیده همین زیده را هیچ کم نفهمید. این زیده زید باشه با کلمه یا نباشه، زیده همین زیده اومده رفته ایساست. زیده این دورای گویا که اکو من برادر نمیدونم چی شد، یک مسافری همین سال رفته من ایمنم چی چند سال شد تاریخ زیده را گفت میدونی؟ گفت ما نمیدونیم. شما بخت گفت شهر سازی 20 کوچ میخیزه گفت خود دیگه مرتفع حساب ما 2 سال میستن گفت نمیفورشون. آی همین یک خسته گفت خود دی کمرای قرارتگیر میروند. آن همون یک گفت بخ شما اومدگی گفت لوش ایرو لوش اورو گفت همین زیده گفت بخ شما شهر سازی گفت بختون گفت. اکو حساب وای گفت که 500 و چند سال شده است اوشویشه زیده را. اکو من یک حساب کنم 500 و چند سال خیلی دمی 600 سال ده همین زیده اوشویشه. همون مسافر همین خیلی نکل کرد من داد. همه زیده را گذاشتگان میگفتن که وقتی که آباد میشود همین در هر یک هشکش 4 کسی و 2 کسی و 1 کسی همیشه زندگی میکردن، دهقانی میکردن. همین یک برزگو و یک خری داشتن 2-3 بیزی همین زندگی میکردن. همین تا خواجه سنخوکه این طرفش تا قشلاق پنجخوکه با همین سیدیه میگفتن. سیدیه با همین سیدیه را آوردگی زیده نام کردی زیدی با همدیگر کمتر زید میشوند. قشلاق انزوبایکو برای علاقه می جنجال میکنه همین نام زیده را همین مردم عینی 5 خوک با زیده میمونه با همین زیده هم میسته. باشه این نامش اولی که اومدگی با نام سیدیه های. زیده اکو هر که به هر خیل معنی میگه. مثال میگن که وقتش ده 30 ده بوده است. یک قسمی آدم ها میگن که 30 ده بوده است. از روی همین 30 ده گرفته شده. از روی همین میگن که زیده یعنی که بعد همین 30 ده که بین هم دیگر زید میشه. همین خیل هر خیل به هر خیل معنا میگه. اما اینا مثال معناش اکو که ما نبودیم نمیدونیم. اینا اکو مثال هر که هر خیل میگه. اینا فقط اکو مستفیدون میدونن. اینا از هم پیرو پرسیدن در کار که هم پیرو چی میگن. سیده بود از دورش تاریخ همه طرف ها و قشلاق بود از و بازار داشتند تا بازار یک طرفی بیدغاز میگن زردی و یک طرف سری اوی پول کبوت اوی ای میخره میکو اون همینجا ده تو بازار بود است. بازار ده مردم خیلی وقت 30 دهه برای همین تاریخ همین کلمه 30 دهه رو آدمای قدیمی با ما پیشم تری میگفتن. این همین 30 دهه بود است برای همین 30 دهه است. و معنایی که میگن زیدی یا که زید باشه خیلی نه. اصلا 30 دهه بوده است. 30 دهه با اصلا رفته به همه رفتی زمان و چقدری با کلمه را ویشه از حرف 3 را به زی عوض کردن زیدهش است. در جماعت ما زیاده از 7000 اهالی زندگی می‌کنند. در اینجا 7 دهه هست. دهه کلان، دهه پنجخوک این طرف هست، دهه نمازگاه هست، دهه اوبیخیرف هست، دهه نسروزه، دهه هزاره و دهه کوچپی میگن. اینجا در اونجا چیز زندگی میکنن. همگی 15-20 خورجگی سوگجو زندگی میکنن. سوگجو یخنوبی میگن یخنوبی زندگی میکنن. یعنی همگی گویم که از 7000 زیادتر اهالی در زندگی میکنن در جماعت زیدی.
من در زمان پیش در زمان قدیم حاضرم که باش در زمان حاضره من کوی نیمروزگاه میگم من کوی نیمروزگاه در خپم این کوی نیمروزگاه هم به اون معنیه که همون خودی که افتاد در بالای کوه راست اومد ساعت یک میشود یعنی در زمان پیش آدما از بالای همین کوه کار میکنه برای مثلا ساعت زیده یعنی در بالای همون کوه میومد کلی کوه ساعت یعنی طور یک میشید یا در روی پیش دو میشید خود باش خود یک میشه یعنی آدما دارن میگه که رفتن در کار رفتن مکتب رفتن یا مثلا بعضی آدما مثلا مسجد رفتن و غیره همین خیلی بعد از بالا همین کوه برای این کوه کوی بنوندن کوی ساعت اولا اینا ای مثال ای مهنت خوشون نون میخوردن فهمیدی بزرگ کوچور نبوده میگه ای همینجا خرار میگرفتم میز ای دوشنبه مثال نمک کراسین چی میآوردن انا میگه میومد خلق همه گریه اون لکن ای دوشنبه گرده یا نه فهمیدی راه نبود خرقتی دعا میدادن آدم شهروی رو بعد میگشتن که آیا صحت بیان برای دوشنبه اما گریه اون میشید خب مثال همه کار بخر بود باشین نبود فقط جفتی گاو بود همین جده 40 جفتی گاو بود الان به قشلاق ده انا میرو همه هوا کش میکردن اولار کش می ایبرا کش میکردن مثال ای محنت خوشون نون میخوردن اما آدما نه مگزین بود نه این بود نه وای بود زندگی همه مردم از صبح همه چوروا های صبح گو مال بوز از صبح همه جا مردم زندگی میکنن هم علف میدارن ذخیره زمستون میکنن 6 ماه ما زمستون داریم 6 ماه تابستون های 6 ماه دیگر ما زمستون های همه ذخیره علف هم میکنن همه چورواشون هم میبرورن بعد از صبح باغداری اوزی اکه مردم نه اوستوستا و فرمان جنوبی ولی باغ کردن دارن از صبح باغداری زنبور پروری من هم مثلا از آدم ها سروک مول کردن دارن از صبح چوروا همین خیلی زندگی رو پیش بردن دارن اوستا زندگی پیش رفتن دارن ترقیات پیش رفتن دارن زمستون ما ای ماه سنتیابر 15 سنتیابر ایلاق که گو گشت فرم از قشلاق ما علفتی رو سر میکنیم تا 15 ماه ما علف میکنیم وقتی که با سوزه شد با سوزه سر میکنیم با بعد سوزه با ایلاق میرویم انا با من یک سرگ مال دارم خودم نویان یورو میخره ایلاق کنجل های در کبادیون های گوسپاند ای خمون 730 مول های همش در روی دفتر خوجگی هست فکرم محنت های نگاه کردنم محنت های همه چیز محنت این علف برای خاطره اگه میزه میکنن برای گاو و مال در آخر تنگ میکنن میخرن اگر ریزش نکنیم هم گاو و مال در تای پاش همشه میچوشد و همین خاطر با بیامون بداش ریزه میکنم و با جادو انا حاضر با اپرت هم ریزه میکنیم حاضر زمان ده برای همین این خوب سره که اسراف نمیشه علف بسیار جمع میکنید من خودم برای مدرسه حاضرم 3000 من علف جمع کنم چل سال من در صحرا گشتم 40 سال در هماردگیر کردم 40 سال سنف 8 تمام کردم 40 سال من در کو گشتم ادین مون چند قدر ذخیره کردن در کار همینا تامین کردن در کار تو بورم چوزک تپیرگی هم تا ذخیره کردی خوبه همه لو ریزه کرده دودان میگیریم تمام 2000 باند 3000 باند میزنیم او هست برف هست نو زمین رو او میتره و علف نکنه او وقت چرا جودی علف میکنه علف این برف هم فایده داره این چه خبر خوره هم قزوده زمین او میگیره نم میگیره زمستون زده پیش وقت
نظر به حاضره وقت برف بسیار میزد خرید 2 متر برف میزد من در همین جایی که ما ایستادیم همینجا این خیلی بوره میگفتن ده بوره میخوردن پیشوی مقصد انا خرید تا 2 متر برف میزد یعنی در همون زمان که مثلا روک محکم بود یعنی آدما پیاده میومدن از خود من هوشیاری 12 کیلومتر تا همین زیده ما رو پیاده میومدن تا قصلق یک خیلی وقت اونها در راه میموندن ترمن میومد یک اون ترمن میگیرد من به شرافتی استقلالیت به شرافتی من پیشوای ملت خود ما از سالهای 2010 یعنی گوییم که دیگه پیاده اومدن نمیتونیم خود با ماشین زمستون ماشین تابستون ماشین خیلی چی اومدن میتونیم برای همین در زمان پیر آدم‌ها بسیار آدم میکشیدن همین برف بچه من اکو 98 دور اومدم یک سال نمیدونم کدام سال بود 3 متر برف زد 3 متر من خودم اولچه کردم 3 متر اکو جورت دیگه ایوه پس نیست خیلی یک میزنه 1 متر 1 متر 2 متر سال میشه 80 سانتی متر همین تریاش دیدم نه که یک سال من دیدم 3 متر برف زد همین برف خیس همین آدم من همین تریزور هوی کردیم ببرمدیم دو سینه ترنشه کفتیم ببرمدیم من همین تریزور نشید با چردکا محکم شید خیلی 3 متر اینا تو حساب کن بارو اینا رفته نگوده همین سیوا پناه شدن همین تریزور بچم دیدیم ما رو بابیامون پدرامون همین ماهای همین ماه فوریه که می‌ذارن میگفتن اگر خنک بیاید برف بسیار میشه اگر خدا خنک گرد برف میشه همین برف همه ناز میبینه برف کورپای زمین است وقتی که کورپا میشه زمین تا گرم میشه غذاها همه انکشاف می‌یابد خیلی علفو با بغرض اینش هم این دایره رفتن دارم مثلا من در طرف دوشنبه شریعت یا من کولا باشه یا کبادیان باشه یا سوخت باشه همین برف که بسیار شد مردم خودشون حیواناشون زراعتاشون کشاورزا همه وقتاشون خوش میشن حاصل بلند میگیرن ترمیم که مثلا میاد ذخیره میشه این گویا که منبع آبه آب این یک المنت اساسی حیات است بی آب حیات وجود نداره تمام ارگانیسم نه حذف آب استفاده میبرن برای همین چه خیلی که با همه مردم خرسند میشه که ما باره ما برف چیلگی میگیم اگر در چیله بوره برف چیلگی برف ببرکه خیلی ببرکه میگیم که یعنی وای همین خیلی یخ کرده میسه تو موی مرد بعد موی مرد سر کرده بعد آبشویی و سر میشه وقتی که مثلا که ذخیره شد از موی مرد که سر کرد بعد خیلی دیر آب میشه دایره سرم میشه برای میگن این برف چیلگی من حال چیله کلام برای من با چیله خورد اومد اگه من خونیکو کم کم سر شد دو روز خونیک کرد کم در دوشنبه برزد در دیگر جایی که کم در برزد اینا خونیک شد باید برف باشه این کم این سال چی برف نشد این باید این بسیار بد میشه در سالا هر وقت سالهای پیش بودی خیلی نیست تو خیلی همین زمستان گذشته کنه که برف بوره برف بسیار بوره بسیارتر زمین ها سیراب میشن اون تاها سیراب میشن دریاها سیراب میشن همه جای او سیراب میشن زمستان تا 20 درجه نمیشه من این لبای دایره تا 20-25 درجه خیلی من این طرفا تا 15 درجه میشن لبای دایره بخونگی با 20 درجه است حساب هم خیلی هم پستی افق کم میرسه انا یک 20-25 درجه بعضی وقت حاضر کن بیان که چند سال بارش خود کم است برای که ما گفتیم که ترمیم بسیار می‌ماند برای که از 2 متر زیاد برف می‌زد من خودی طرفی خوجوگر میگم تا 2.5-3 متر برف می‌زد خودی هم کوچ داد بلندی داد خود بارش خود کم جلسه برف کم می‌زنه طلای ما بر روغن زرد است اوقات ملی است برای سحر کودکان خوردن از روغن زرد تیار شدگی است بلماک ما روغن زرد خورد گوشت بازی خفک کرده بعد گوشت و آب میدوزیم کمتر سرخ شود
تیار شده. گوشت میدازیم. بعد گوشت انداختم این ساده تیار می شود. یک روی قدیمی می‌باشد که در زمان قدیم یعنی از بابی‌های از بیبی‌های ما گیم که همین چیز به ما میراث اومده است. یعنی بلاموق این به معنی که یعنی اول باید مثلا روغن زرد اول گرم میکنن، بعد در وقت ارد ایلوه میکنن، بعد ارد ایلوه کنن یک آدم کند با شکر ایلوه میکنن، بعد گوشتم قیمه کرده در وقت ایلوه کرده، بعد همون دیگه بعد میکنن میخوابن تا رسیدن همون چیز وای همین غاز شیکی پود وای خود هم اوبریش میجوشه ده بعد دیگه جوشید در چور میشه بعد میگیرن مثلا در پیش میمون و میگیرن مثلا این اون بلاموق برای که همون وقتی همین جوشنده همین من میگم کاز صابون است کاز صابون همین که میجوشد بلاق میلنده که بلاق اون کلمه گیره بلاموق شون کردن بسیارتر تابستان برای وقتی علف درو از همه خوراک سحری از خوراک همین با مزه ترین خوراک با قوت همین هم ما بعد استفاده می‌بردیم وقتی علف درو ده بعد زمستان برای گودکای ما سحر میبرویند بیگانی خونه میروند برای سنگ بازی میکنند وقتی که همین روغن زرد استفاده میبرند همین خنکی همینا رو کم کار میکنند برای همین بعد مردم همه چیزا همین روغن زرد استفاده میبرند بلاموق که این گوشت داره با آتلش دیگه خیلی با شیربر میگم وشتش اون نمیدازی شیر میدازی همه خیلی میکنه با شیرش میدازی هر خیل دارم آتله هر خیل داره با رویج میگم و با قند قطی میکنی سرخش میکنی اکنون ما مادرامون همه خیلی یاد گرفتگی یه خیلی آدم گوشت خون قطی میکنه اما میگفت که آچم که خیله باشه اگر خیله را او جوش مدر دازمونه در روی علاو جوشه شیرش میبروید بعد بلاموق با مزه میکنه از این علاو تیز شد روغن میبروره از استا هم خیلی روغن میبروره کری روغن میشه وقتی که علف درو سر میکنیم یک ماه علف درو ده فقط خوراک دروگرای ما همین هر سحر ما یک بتونچه ده بلاموق میکنیم و دروگرام نمیبریم خوراکی علف درو کنیم ما همین این خوراکی ما خوراکی تسته یا 10 دقیقه ده علکت علاب تیز ده تیار شد تلای گوشتی ساعت گوشتم داره داخلش ده مثلا شیرو و تلای شیر و تلا میسم اما خیلی شیر خیلی میکنه تلا را بسیار زیبا بود بسیار خوب بود عجیب بود دیگه باید چی ندارم فقط همین شیریم آورده و روغن زا بهترین طبیب روی عالم اگه من خطا نمیکنم دیگه باید نه هر کس خوب نمیتونه اولو میریم تابستون 3 ماه روغن زرد میکنن بعد هر یک خوشگیره یک ستیل 2 ستیل میبرن خونه رو ذخیره میکنن از زمستون بعد وقت خلوب ده بهترین همین چیزی استفاده میبره براق ما قرطاو ده کو همین قرطاو ده میدوزی چنان زیبا که او سانکا کجا بود که غیجان میرفتن سانکا ناو برمد سانکا لیجه ناو برمد اگه جو بود وقت بچم در پخ پوستا گوه که میکشتم پوستا میگریتیم خومک میدوختن و میپوشیدن اگه جو بودی سر رو بری ای
پختر می رسیدن مادرای ما چرمن میکردن، چرمن ازول چی بروگ میکردن ما میبافتن در زمین پختره کرته نبود در روی نمد خواب میکردیم نمد این کورپاچه و چی ایگوجو بود بچه این کورپاچه نبرمد در روی نمد خواب میکردیم در رومون همین پوستای بزرگ و گوسفندا را میدوختن کلون میکردن در رومون هوا را بار میکردن فهمیدی در این روزا بود این خونای ما مثال که در بینه یک شتیبی سالونگاه میگفتن همتری بود بعد کلون بدن 4-5 خواجگی در ما خونه خواه میرفت تو سنگ بازی می خودی تو میرفتیم او زمینو سنگ بازی الان سنگوش نبید لذت چمینه بچگی هم خیلی هم عزیز هم پسونه کم بچگی ده مسافرای پدرامون میکردن بابیامون میکردن سنگ میکردن با تای سنگ ما سنگ ما با تخت قدیم میکردیم واز آهنی میکردن میبرن وقتا هم دو تخت رو میزنی بلو تخت رو میزنی تاش آور میکنن بعد سر میدونیم و داداش تونکه میزدیم من روزی هم بندو باشد یا جز روزی مثلا همین خلقو باشه من خود کنی زیده هست در همین کنی زیده بسیار آدم‌ها کار میکنن از خود همین جماعت زیده کار میکنن اونها زندگی چنج دارن من ما امیدوار هستیم دیگه آدم‌ها رفتن مثلا در شهر کار میکنن آدم‌ها دارید من خودی من میگم که تونل هست تونل رو کار میکنن نخبات کار میکنن زندگی آدم‌ها بسیار چنج است بسیار خوب است برای که هر کار میکنن زندگی پیشرفته است ها چوربودری البته چوربودری هم مثلا بعد دهخونه هم دهخونی هم خیلی بیشتر کارتوش میکنن بیشتر سبزیجات مثلا سبز میکنن غله‌کاری هم غله‌کاری کم کم میکنن همین خیلی چوربودری بسیار است چوربودری چوربودری